خیلی خوش اومدید آقا. من امیر گیمر هستم و در این ویدیو یک چالش قشنگ رو با هم انجام میدیم. آقا این چالش داخل لون ولف انجام میشه و باید بریم که نذاریم که حریف بیشتر از 800 تا مثلا دمیج بگیره که قطعا میگیره و من میبازم. حالا اگر ببازم باید چیکار کنم؟ اگر ببازم باید برم ترینینگ 100 نفر بزنم. برو بریم آقا، برو بریم برای شروع. امیدوارم که دیگه نبازم، چون تا بعد از نصف شب باید بشنم فقط ترینینگ چیز بزنم. آقا وست و این چیزا اصلا برام مهم نیست. دست اول دیزرت میگیرم یه نه امپیچلی هم گرفتم. امپیچل کبرا دارم رو اکانتم ولی خب نذاشت. خب میدونید از امپیچل کبرا از کلوفتیش خیلی خوشم نمیاد و اینکه وای هنوز راند اول نشده 200 تا دمیج که تقریبا نصف چالش رو رفته این بنده خدا با این پیچل. پس دیگه ران نمیدم آقا، دمیج هم نمیدم حتی دیگه. آقا دستم فوق العاده شدید سرده و اینکه این دوستمون کجاست خدا میدونه. دارم میس میدم. آقا خیلی دارم میس میدم خدایی. کبرا بود تا الان زده بودم طرفو. خب 300 تا آقا این 300 تا دمیج گرفته هنوز راند دوم نشده. آقا این الان 2 تا اسنایپ بگیره. خب اگه اسنایپش خوب باشه 2 تا مرسی که اسنایپ گرفتی. 2 تا اسنایپ به من بزنه خب 200 تا باز میشه 500 تا. راند دوم 800 تا که هیچ، اصلا 1000 تا میگیره، 2000 تا میگیره. پس باید تو اسنایپ یه تیرم ازش نخورم که قطعا میخورم. راندایی که اسنایپ میگیرن نمیتونه از من بگیره چون سرعت اسنایپ خودتون دیگه دارید میبینید. همه چی واضح و دقیق هستش که اسنایپ من چجوری. آقا تعریف از اسنایپ نداشته باشیم، اسنایپ پلیرهای عزیز بهشون بر نخوره. خوش یخ ناراتو واقعا قشنگی با این پاوری یخه بنازم. آقا ایران میخوام برم 2 تیر خالی کنم. حالا شد نه بابا این 2 تیر رو من خالی میکنه. من یدیشو میزنم تا بخواد 2 تیر خالی کنم. گفتم که میخوام 2 تیر خالی کنم. خب 400 تا دمیج بیشتر نگرفته. 2 تا 2 تیر روم خالی بکنم با یه دونه از اینا بزنم میشه 800. من که نمیذارم یه 800 تا بشه چون آقا پای 100 نفر زدن که باشه حقیقت بیتوکی هم میزنم. خدا شکر بخیر گذشت. اما مرسی که در اینجا ویدیو با ما همراه بودین. این چالش هم بخیر گذشت و ویدیو هم 4 دقیقه شد. مرسی که در اینجا ویدیو با ما همراه بودید. آقا لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشد. عشقید فعلا.